ассалому алайкум бинандагони арҷманд, шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ хушомадед мегӯем. Имрӯз ҷумъа 10 апрел аст. Дар 15 дақиқаи дигар шуморо бо чанд хабари ахир ва гузоришҳо аз Тоҷикистону ҷаҳон шинос мекунем. ин аст унвони чанд мавзӯи асосии нашр. баҳсу даъвоҳои бепоёни ширкатҳои сохтмонӣ ва муштариёни фиребхӯрда. яке аз ин даъвоҳо беш аз 10 сол аст дар Хуҷанд идома дорад. خانه سه کس چهار کس خریدگی اکو اینجا همه گوشت یادگیش نخورد همه فرزند دارد. در لبنان قربانیان حمله‌های هوایی اسرائیل به بیروت را دفن می‌کنند. در پاکستان به مذاکرات آمریکا و ایران آماده می‌شوند. در مرز تاجیکستان و افغانستان دیوارهای نو می‌کشند. به جای سیمخوارهای سالهای پیش مقامات می‌گویند راه قاچاقبران و افراطیان بسته می‌شود. و حالا یک خبر. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch حکومت تاجیکستان را برای نادیده گرفتن دعوت‌ها برای رعایت حقوق مردم انتقاد کرده است. در گزارش تازه‌ای که به شورای حقوق بشر سازمان ملل هم فرستادند گفته می‌شود تاجیکستان در مدت 5 سال گذشته هیچ یکی از مشورت‌های سازمان ملل برای بهبود وضع حقوق انسان را اجرا نکرده است. در میان این مشورت‌ها ضرورت تقویت قانون برای تامین دسترسی به اطلاع، آزادی بیان و حق گردی همایی ذکر شده است. همچنین گفته شده است که به تاجیکستان مشورت داده بودند که فشار بالای حزب‌های سیاسی، فعالان، سازمان‌های جمعیتی و ژورنالیستان و اعضای عائله‌های آنها را بس کند. Human Rights Watch می‌نویسد تاجیکستان نه تنها عهده‌داری‌هایش را اجرا نکرد بلکه آنها را آشکار زیر پا نمود. گزارش نو از 11 صفحه عبارت است و برخورد حکومت تاجیکستان به مسائل حقوق بشر را در 5 سال گذشته در بر میگیرد. قرار است این گزارش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل آخر همین سال بررسی شود. گروهی از ساکنان شهر خوجند ادعا دارند که از شرکت خانه خریدند ولی ظاهراً به دام قلابان افتادند. آنها میگویند که بیش از 10 سال باز نمیتوانند به خانه صاحب شوند که پولش را دادند. بحثی دراز سالهاست حل نشده باقی مانده است و مردم زیادی هم سرگردانند و از مقامات میخواهند در حل دعوا مساعدت کنند. فرزان محمدی گزارش میدهد. این گروه ساکنان در شهر خوجند دعوا دارند که سال 2011 برای ساختمان منزل بلندآشانه به شرکت بناکاری رستم کمپانی پول داده 15 سال باز نه خانه گرفتند و نه پولشان را. مدینه عالمجانова یکی از آنهاست. وی میگوید برای خانه 4 حجره‌ای پول داد و بر اساس قرارداد باید در سال 2014 به منزل نو میکوچید، اما هنوز سرگردان است. سببش هم یکی است: فروختن یک خانه به چند نفر. بعد از چند سال میفهمم که پیش از من یکم آدم دیگه کس گرفتگی بود از این خانه. لکن من وقتی که خانه ریمونت کردم اومده در شناندم. پیش از ریمونت کردم من خانه اومده در شناندم که اكو گفته نمیشد. گفته یکی میفهمم که پیش از منانگی آدم و یعنی عیناً همین شرطنامه هست. هرچند ساختمان بنا تمام شده است، ظاهر آن ویرانه را میماند. لاله کریمова ساکن دیگری خوجند هم در این بنا خانه خریده است، اما سالها باز آن را صاحبی کردن نمیتواند تا از رنج اجاره شینی خلاص شود. من 2 خانه 1 حجرگی خریدم همینجا. این 8 سال میشد که طول 8 سال خانه نمیتونیم گرفته. وعده بازی، مجلس بازی، این دامادشان میبود، دخترشان میبود. این پال نیم خانه انیم هم میگود. یک خانه 3 کس 4 کس خریدگی اكو اینجا همه گوشت یادگیش نخورد، همه فرزند دارد. مالک شرکت بناکاری طالب عبداللهیف چند پیش از زندان رها شده. پسرش رستم عبداللهیف هنوز در محبس است. دادگاه آنها را با اتهام قلابی از آزادی محروم کرده بود. رادیو آزادی طالب عبداللهیف را پیدا کرد و سبب ماجرا و راه حل قضیه را از او پرسید. من باز 6 یا 7 ماه حقوقی کار کنیم نیساله. در همان روزی که من حقوقی وای میکنم من کار سر میکنم. من یک بار دیگر به همون مقاماتم مراجعه میکنم. همون راهش گو
منم شمایم این کاره به مسئله و ها حل کرده نمیتونیم برای همه ما وقت کار. دعواگران با این شرط مالک بنا راضی نیستند. آنها میگویند که بارها چنین وعده را شنیدند اما نتیجه نگرفتند. من کو خانه دارم با هستن که به خانه ها همین قدر سال اسی همشون اجاره شین اجاره پولی داده میشنن. هر بار میبیم یک بار مصلحت میکنیم مجلس میکنیم اینو طالبا وعده میتین که همش نقض میشد هیچ نکی و ما بهبودی بینیم پیش برویم. ساکنان دعواگر و مالک شرکت میگویند تقریبا همه اداره های دولتی در ولایت سوخت از ماجرا آگاهند و امیدوارند که این معما هر چه زود حل و بحث و جنجال به پایان میرسد. بنیاد بناهای بلندآشانه سالهای اخیر در تاجیکستان بیشتر شده است. بعضی از ساکنان میگویند به این واسطه مشکل کمبود منزل جبران خواهد شد، اما ایده از صفت ساختمان ها راضی نیستند و برخی دیگر از آن شکایت میکنند که خانه سازان یک منزل را به چند نفر فروختند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. اسرائیل شب 10 اپریل حمله‌ها به لبنان ادامه داد. ارتش این کشور در شبکه ایکس نوشت قریب به 10 موقع گروه حزب الله که برای پرتاب موشک‌ها به شمال اسرائیل استفاده می‌شدند ضربه زد. حزب الله از حمایت ایران بهره‌ور است، اما از سوی آمریکا و اسرائیل سازمان تروریستی دانسته می‌شود. حمله اسرائیل به لبنان بعد سازش آتش بس میان آمریکا و ایران بیشتر شد. در یکی از این حمله ها در روز 8 اپریل در لبنان صدها نفر کشته و زخمی گشتند. گزارش ریترز را همکارم کایمر سیاتو تقدیم میکند. عبدالرحمن محمد با دیدن عکس پیوندانش در تلفن اشک میریزد. آنها روز 8 اپریل در حمله مرگبارترین اسرائیل به لبنان کشته شدند. محمد از سوریه که بیش از 10 سال است در لبنان زندگی می کند نیز در این حمله خانه و بعضی نزدیکانش را از دست داده است. خواهرم را از ماشین فروردم و او به خانه در آمد. خودم از پس کاری رفتم. همان وقت ضربه زدند. وقتی برگشتم بنا نبود. خواهرم و اعضای دیگری اویله را نیافتم. هیچ کدامشان را. خانواده های ماتم زده برای شناسایی جسد نزدیکانشان به بیمارستان دانشگاه رفیق حریری آمدند. ماموران امدادی جسدها را به اینجا آورده تابوتها را بیرون میبرند. گروه دیگر زخمیان را در کوچه تبابت میکنند. مدیر بیمارستان نتوانست که شماره دقیق جسدها را در سردخانه بگوید، اما تاکید کرد که تلفات بسیار زیاد است. خیر حمیه میگوید که در این حمله ها 2 خویشاوندش را از دست داد. من در حی سلوم بودم. این دختر هنگام ضربه زدن هواپیما در آنجا بود. ما او را به شفاخانه رسول الاعظم بردیم. آنها تبابت کردند. سر برادرش هم جراحی شد. پدرش و یک برادر دیگرش کشته شدند. تنها یک برادرش ماند. ما چیکار کنیم؟ با من بگویید ما چیکار کنیم؟ حمله اسرائیل به لبنان بعد از آن بیشتر گردید که امریکا و ایران روز 7 اپریل گفتند که به آتش بس 2 هفته‌ای راضی شدند. اسرائیل و واشنگتن میگویند که لبنان شامل آتش بس امریکا و ایران نمی شود، اما جمهوری اسلامی و پاکستان گفتند که لبنان بخشی از سازش آتش بس است. پاکستان برای حل نزاع بین امریکا و ایران میان روی می کند و انتظار می رود گفت و شنید جانبها روز 11 اپریل در اسلام آباد صورت بگیرد. به نظر می رسد برای محمد حمیه و صدها نفر آسیب دیده دیگر در لبنان این نشست و برخاست‌ها چندان اهمیت ندارند. حالا آنها برای دفن کردن نزدیکانشان آماده می شوند. در مرز تاجیکستان و افغانستان در حدود ناحیه همدان نصب سیمخور جریان دارد. این قطعه مرز از گوشه‌های ناامن و آسانگذر برای قاچاقبران مواد مخدر به حساب می رود. دیوار نو سیمخورهای دوره شوروی را عوض می کند. آن را در داخل تاجیکستان می سازند. مقامات می گویند هدف اساسی تامین امنیتی مرز دراز تاجیکستان با افغانستان است که بارها شاهد زد و خورد با مرزشکنان و قاچاقبران شده است. محمد وفاری زاده گزارش می دهد.
مرز تاجیکستان با افغانستان. سربازان خط محافظتی را در مرز دیگر می کنند. خط این مرز در ناحیه همدانی زمان شوروی سیمخوار کشیده شده بود. سیم‌هایی که برای مرزبندی حالا استفاده می کنند در کارخانه مخصوص در شهر نارنگ آماده شده است. مقامات این را یگانه کارخانه در تاجیکستان می دانند که برای مرزبندی محصولات استحصال می کند. کارخانه صنعتی که نخستین مراتبه در زمان سویت ستوری آماده کردن خط سرحد سرکه که خط سرحد دولت مستحکم می کند. در موضع‌های تیز آب مثل ناحیه درواز مرز با افغانستان را تنها رودی 5 جدا می کرد و سیمخواری وجود نداشت. حالا دیده می شود که آنجا هم مرز را سیم می کشند. مسئولین کارخانه ویژه در شهر نارنگ می گویند کار آنها زیاد شده است و باید بیشتر محصولات استحصال کنند. خود خیلی خوب این روز رو اندازی کرده است. که کار میکنم رنگ و خطی فکر میکنم که مساعدت میکند برای همین نگاه داشتن خط مرزی با شما. کارخانه بافتن سیم برای مرزبندی در شهر نارنگ 170 کارگر داشته است. سیمتورهای نوی استحصال این کارخانه از سیمخوارهای زمان شوروی فرقی زیاد دارد. آنها شبیه پنجره هستند که با گفته مقامات عبور از آنها مشکل است. تاجیکستان با افغانستان تقریباً 1400 کیلومتر مرز دارد. اکثر منطقه‌های دشوارگذر این قطعه مرزی هنوز مرزبندی نشده است. یک بلوگر دختر 25 ساله فیلیپینی که پایان سال 2025 در تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی بوده است میگوید پیش از همه از طبیعت تاجیکستان خوشش آمد. او میگوید این سفرش را برای دیدن کشورهای به اصطلاح حوزه استان بخشید و تاثیرات زیادی برداشت. در صحبت با او قبل از برنامه اول پرسیدم که کدام کشور منطقه از چی نظر به او خوش آمد. دیدن طبیعت و کوهنوردی مشغولیت دوست داشته من است. در قرقیزستان برای سفر غیر عادی به طبیعت شرایط خیلی خوب است. قزاقستان را هم بسیار دوست داشتم، ولی به باور من هر یک کشور زیبایی‌های خود را دارد. مثلا در قرقیزستان بیشتر طبیعت را می‌بینیم. در قزاقستان هم زیبایی‌های شهر و هم طبیعت. در تاجیکستان هم بیشتر طبیعتش جذاب است. باید گفت در تاجیکستان از نظر زیربناهای توریستی شرایط هنوز خوب نیست. مثلا از یک جا به جای دیگر رفتن چندان آسان نیست و شما سفرهای داخلی را باید خیلی دقیق برنامه‌ریزی کنید. من باید با مردم محلی صحبت می‌کردم و در اصل همین کار هم یک بخشی بسیار خوب و جالب این سفر بود. ترکمنستان هم جالب بود. من طبیعت رو دوست می‌دارم، ولی در ازبکستان مکان‌های توریستی بیشتر به ساختمان‌های قدیمی و خوراک وابسته است. این همه البته عالی میباشد، ولی برای من چندان مناسب نیست، چون کوهنوردی و طبیعت رو دوست می‌دارم. برای سیاحت قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان رو برتری می‌دهم. اندریا کنستانتینو در برابر تاثیرات خوب از تاجیکستان عین زمان از رفتاری به گفته اون ناجای راننده‌های تاکسی ناراحت شده است. سببش را چنین شرح داد. When I was in Tajikistan, I was staying at my friend's family's house. در تاجیکستان من در خانه یک دوستم ایستادم که در کناره‌های دوشنبه جایگیر است. من در خانه آنها ایستاده برای به دوشنبه رسیدن از تاکسی استفاده می‌کردم که در کنار راه قطار ایستاده بودند. این نقلیات مسافربر رقم دارد و دوستم هم مشورت داد که به فلان ماشین باید نشینم. راستی حالا رقمش را فراموش کردم. لباس خاکسارانه پوشیده داشتم، ولی آنها مرا جدی نگرفتند. من پرسیدم که برای رسیدن تا مرکز شهر دوشنبه چند پول می‌شود. آنها خندیده کتفم را قاپیدند. من حیران شدم که چرا چنین میکنند، چون من فقط نرخ راه را پرسیدم. در اول به خنده آنها من هم با خنده جواب دادم، ولی بعد درک کردم که این حالت خوشایند نیست. آنها از حد زیاد به من با دست می رسیدند. باور دارم که با زنهای محلی و یا دیگرها چنین رفتار نمی کنند. شاید آنها می خواستند خود را دوستانه وانمود کنند، ولی این دخالت به حریم خصوصی من بود. شکل پوره صحبت با اندریا کنستانتینا بزودی در سامانه رادیوی آزادی azadi.org نشر می شود. بینندگان ارجمند، در همین جای نشری برنامه ما به انجام می رسد، ولی هر وقت دیگر برای دریافت آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان به سامانه های ما و شبکه های تیک تاک و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس وارد شوید. از من خداحافظ.